دیگه بذار کیوی. الو در الف مطور نه خو یک پیام برای هموطن ها بگو. پیام که اینمون دیده کلی که در دولایه. ای هم برنده جایزه. سلام هموطنان عزیز، خوش آمدید به برنامه ما باز هم ادامه چالش را می‌خوایم انجام بدیم. عزیزانی که ما را دنبال کردن، لایک کردن، سابسکرایب کردن، صمیمانه ازشان سپاسگزاری میکنیم. ما باز هم در منطقه نوآباد هستیم، می‌خوایم ادامه چالش را انجام بدیم. میریم می‌بینیم کی میتونه خوش شانس برنامه ما شه. عزیزایی که می‌خواد چالش انجام بده، بریم ببینیم کی میتونه چالش انجام بده. دوستای عزیز، دوست ما آماده است که می‌خواد چالش را انجام بده. آماده هستی؟ بله آماده است. نام مبارکی چی است؟ نام علی جان است. علی جان. ما از یک سوال میکنیم. خب تو 10 ثانیه وقت داری که این سوال جواب بدی. اگر تونستی که سوال را در 10 ثانیه جواب دادی، 10 ثانیه رو ما برای تو اینجا آماده کردیم. درسته؟ باشه. تو برنده یک دانه گوشکی و یا یک MP3 تشک میشی. خب صحیح. خب آماده هستی؟ بله آماده است. با شمارش من. خب باشه. 1 2 3 5 ولایت افغانستان را نام ببر که با حرف ب شروع شود. بامیان، بلخ، خب بدخشان، درست. پروان. درست. ارمان در پی میامد، در پی. مشکل نداره. خب برای دوستا چی گفتنی داری؟ یک شعری، یک داستان بسیار جالبی. بله دوستا، امید که جای روز صحتمند باشن، همیشه بروز باشه، کامیاب باشه. موفق باشی، سلامت باشی. تشکر. بخیر. دوست دیگه با خود داریم که میخواد چالش را انجام بده. آماده هستی؟ نام چی است؟ نعمت الله است. نعمت الله جان از یک سوال میکنم. خب 10 ثانیه وقت داری که سوال را جواب بدی و برنده جایزه شوی. باش. اگر تونستی در 10 ثانیه جواب بدی، برنده جایزه میشی و تشویق میشه از طرف دوستا. درست است؟ باش. آماده هستی با شمارش من؟ 1 2 3 تو 5 تا از میوه هایی را که با حرف الف شروع میشه بگو. الف انار، درست. انگور، درست. آلو. وقت تمام شد. آلو نیست. خب 5 تا از میوه بسیار آسان است. میوه که با حرف الف مشکل نداره. یک پیام بگو برای دوستا، برای هموطنا. چه پیام داری برایشان؟ پیام چیز خاصی ندارم، خب مقصد همه ما جور به سلامت باشیم. زنده و سلامت باشی، کامیاب باشی، بخیر باشی. بیاین یک نفر دیگه کی میتونه چالش انجام؟ مصطفی جان آماده هستی که چالش را ادامه بدی؟ خب مصطفی جان میخواد چالش را و امیدوار است که میخواد چالش را برنده شود. خب با شمارش من 10 ثانیه وقت داری که سوال را جواب بدی. خب آماده هستی؟ بله. 1 2 3 5 تا از ولایت افغانستان نام ببر که با حرف ب شروع میشن. بلخ، درست. بامیان، نخل نرسانیم دیگه، نخل نباشه. بلخ، بامیان، بغلان، درست. وقت تمام شد. نه وقت. راه آزاد کنیم. سوال ساده است. نه سوال ولایت منی خواست من نه شاید کرابیتینم دیگه سوال است. دیگه ای تو باز نقل میرسه. نه نقل نمیدیم، نقل کس نمیگم. یک سوال ساده تر است. سوال صحیح. یک سوال ساده تر. خب نام چی است؟ ممتاز جان یک سوال بسیار آسان است. خیلی آسان سوال. جایزه میشه. هیچ دیگه. مصطفی جان 10 ثانیه وقت داری که سوال جواب بدی. خب مصطفی خان. نام چی؟ ممتاز جان ببخشید دیگه من اشتباه گفتم. ببخشید. خب 10 ثانیه وقت داری. آماده هستی؟ 1 2 3 5 تا از شغلای معروف در افغانستان نام ببر که بسیار بین مردم زیاد است. خیاطی، درست؟ مسترگری، نانبایی، کراچونی، قصابی. وقت تمام. 10 ثانیه وقت داری. خب اینجا و تو قصوال یک جای منی نه؟ بیا دیگه سوال بیا. این جواب دادم دقل جواب دادی. دوست کوچک خود را با خود داریم که میخواد شعر بگوید. خب نام چی است؟ مهدی جان شعری تا بگو. رنگ رو با رنگ زدش رو با سنگ زدن اگه مرد دوست با شماره زنگ میزن. آفرین. تشویقشان کنید دوست. ماشاءالله. خب دوستای عزیز ما ادامه برنامه هستیم. 2 تن از دوستا را اینجا با خود داریم که در لاین نوآباد
ولایت غزنی هستند و علاقمند است که در برنامه ما شرکت کنند. ما میخوایم از اینا یک سوال بکنیم، 10 ثانیه وقت داره که سوال را جواب بده و برنده جایزه. بسیار ساده است. خب اگر جواب دادی برنده یک تا گوشکی میشه. 5 تا از ولایت های افغانستان را نام ببر که با حرف ب شروع شد. بسیار سوال ساده است. بغلان، درست؟ بامیان، درست؟ بلخ، درست؟ بدخشان، درست؟ من گفتم. یک تایش مانده. وقتتان تمام شده دیگه، ما وقتتان قید میکنیم، مشکل نداره. البته این 10 ثانیه وقت داره. خب ما وقت در کشی داریم دیگه. شما هم علاقمند هستی جواب بدین. یک سوال دیگه کنم از شما. 5 تا از میوه هایی که به حرف الف شروع شده بگویید. بسیار سوال ساده که همه روزا ما و شما او را استفاده میکنیم. 5 تا از میوه هایی که با حرف الف شروع شده. نامتان چیست؟ شریف، شریف جان. آماده هستی؟ 10 ثانیه 15 ثانیه برای شما وقت. خب 1 2 انار، 3. درست؟ انگور، درست؟ انجیر، درست؟ آلو. وقتتان تمام شد، مشکل نداره. تشکر باز هم ازتان تشکر. دوستای عزیز، باز ادامه چالش است. علاقمند دیگه ای را داریم که میخواد ادامه چالش را انجام بده. نامتان چیست؟ نام خلیفه عزیز. خلیفه عزیز. خدا. خلیفه عزیز 10 ثانیه وقت داری. یک سوال ازت میکنیم که تو جواب دادی برنده جایزه میشی. خدا جالب. 5 تا از میوه هایی که با حرف الف شروع میشن. انار، درست؟ انگور، درست؟ نقل نباشه دیگه. دیگه برادر چیز، ام، درست. دیگه برادر کیوی. تشکر. الو الو در حرف الف مدار نه. خو یک پیام برای هموطنا بگو. پیام که این مال دیده کلی در دولای. ان شاء الله که درست بشه. ان شاء الله درست بشه. باز تشکر از شما. سلامت. بسیار زیاد تشکر. از کلتان تشکر. دوستان عزیز، ادامه چالش است. دوست کوچکی را با خود داریم که میخواد ادامه چالش را انجام بده. نام چی است؟ مهران. مهران جان. 10 ثانیه وقت داری که سوال جواب بدی. خب 5 تا از ولایت های افغانستان که با حرف ب شروع میشه. بلخ، بامیان. درست؟ بلخ، بامیان، بدخشان، بغلان. درست؟ یک ولایت دیگه مونده. یک وقت تمام شد. مشکل نداره. یک دانه و یک ولایت دیگه مونده. کدامتان بلد است؟ خب دوستان عزیز، یک علاقمند دیگه ماست که میخواد برنده جایزه شود. نامتان چیست؟ علی دانش جان. 10 ثانیه وقت داری سوال جواب بدی. با شمارش ما. خب اگر تانستی در مدت 10 ثانیه بگویی که 5 تا از ولایت‌های افغانستانی که به حرف ب شروع میشه بگویی. بلخ، بدخشان، درست؟ بامیان، درست؟ بغلان، درست؟ بادغیس. بابا برنده شدن، تشویقشان کنید. برنده شد، کمتر از 7 ثانیه گفتن. تشکر. بیار جایزه بیار. خیر است دیگه. با شما اول هم برنده جایزه. تشکر. بسیار زیاد تشکر. کدام پیام برای دوستا داری برای هموطنا؟ نه چیز گفتن نداری. نداری؟ تشکر. بخیر باشین. خب عزیزای دل، ما در آخر برنامه رسیدیم. امیدوار هستم از برنامه‌های ما خوشتان بیاید. لایک کنید، سابسکرایب کنید، ما را حمایت کنید. ما با تشویق شما بالا پر میگیریم. باز هم تشکر. خودتان را تشویق کنید بچه‌ها. تشکر.